با سلام و درود بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنیم. همکارانم در دوشنبه و پراگ تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان را گرد آوردند. امروز 6 می است. سرخط خبرها: جسد سرباز وزارت مدافعه را که خود را در رود کافرنیهان انداخته از ازبکستان پیدا کردند. ده‌ها پناهجوی افغانستانی را از ولایت سوخت بیرون کردند. برخی را به افغانستان اخراج کرده، گروهی دیگری را به دوشنبه بردند. فهمیدیم که به کجا بردند. این کار دولت است و ما نمیدونیم. ما خفه شدیم. هر کجای باشند سلامت و در پناه الله باشند. در ولایت سوخت از یک جنایت غیرعادی خبر دادند و آن هم شکار غیرقانونی و تلاش فروش یک جانور نادر تاجیکستان. جسد شهباز جان محمدزاده، یک سرباز وزارت مدافعه تاجیکستان که 10 روز پیش خود را به دریای کافرنیهان در شهر وحدت انداخته بود، از مرز ازبکستان پیدا شده است. یکی از نزدیکان این خانواده روز 6 می بر رادیو آزادی گفت که جسد را در مرز ریگر با ازبکستان پیدا کرده آوردند. شهباز جانمرگ را امروز در زادگاهش در ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند. سرباز 23 ساله روز 27 اپریل خود را به دریا انداخته بود. مادرش گفته بود او پیش از آنی که خود را به آب افکند با او زنگ زده عذر خواسته است. هنوز سبب‌های مرگ او معلوم نیست. یک منبع آگاه از تفتیشات بر رادیو آزادی گفت 2 فرضیه: بدرفتاری در قسم حربی و مشکل خانوادگی همچون سبب‌های احتمالی در این حادثه تحقیق می شود. با گفته نزدیکان، شهباز جان محمدزاده در یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافعه در کنار دوشنبه خدمت می‌کرد. سال پیش ازدواج کرده، یک طفل 5 ماهه دارد. یک کمیته حمایت از حقوق انسان در سازمان ملل میگوید از گزارشات درباره هلاکت متهمان به جنایت بر اثر شکنجه نگران است. کمیته محو شکنجه در سازمان ملل روزهای 14 و 15 اپریل در شهر ژنو گزارش حکومت تاجیکستان را شنید که در چند سال گذشته برای از بین بردن ظلم و شکنجه بخصوص در اداره‌های دولتی چه کار کرده است. کمیته روز 1 می خلاصه‌های خود را درباره گزارش حکومت نشر کرد. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره نکات اساسی ارزیابی سازمان ملل پرسیدم. کمیته محو شکنجه میگوید هرچند در قانون‌های تاجیکستان برای زوری و شکنجه جزای سخت تعیین شده است، اجرای آنها کمتر به نظر میرسد و تعداد آنهای هم که برای شکنجه مثلا بازداشت شده جزا گرفتند بسیار کم است. با گفته خود حکومت تاجیکستان از سال 2018 تا سال 2025 تنها 13 نفر برای عذاب و شکنجه جزا گرفتند، ولی عریضه و شکایت‌های رسمی از عذاب و شکنجه از طرف ماموران انتظامی از 100 عدد هم زیاد بوده است. کمیته محو شکنجه سازمان ملل میگوید در تاجیکستان مثلا مفتشان با استفاده از اصولهای غیر قانونی به مثل عذاب دادن متهم آنها را مجبور میکنند که حتی گناه ناکرده را هم به گردن بگیرند. اول همین سال دادستانی دوشنبه گفت به ضد 2 کارمند ملیسا در ناحیه سینا با اتهام شکنجه پرونده جنایی باز کرده است. سبب هلاکت مقصود جان سعیدوف، یک ساکن 36 ساله کلا بوده است که پس از 4 روز بازداشت جسدش را به خویشاوندانش سپردند. ولی مظفر شوریان وزیر عدلیه در جلسه کمیته محو شکنجه در ماه اپریل گفت برای از بین بردن بدرفتاری و شکنجه در تاجیکستان در سالهای گذشته کار زیاده کردند. مثلا جزا برای شکنجه را از 5 تا به 15 سال زندان بالا بردند. به قول وزیر در بالاترین سطح حکومت به این مسئله اهمیت جدی میدهند و خود امام علی رحمان رئیس جمهور هنگام سخنرانی سالانه خود در حضور وکیلان مردمی و ملاقات با کارمندان اداره‌های انتظامی خواسته است به هیچ کسی بدرفتاری و عذاب و شکنجه را روا نبینند. کمیته محو شکنجه سازمان ملل خلاصه‌های خویش را در 15 صفحه بیان کرده است و از همکارم خواستم نکات دیگری مهمی آن را برای ما و شما بگوید.
یکی از بخش‌های گزارش درباره ناآرامی‌های 4 و 5 سال پیش در ولایت بدخشان است که در جریان آنها 10 نفر به هلاکت رسیدند. کمیته سازمان ملل گفته است از آن نگران است که تا حال برای قتل‌های خودسرانه، بازداشت‌های غیرقانونی و استفاده از حد زیاد نیرو در اعتراض‌های سال 2021-2022 مستقلانه تحقیق نشدند. در جریان تظاهرات آن سالها و سرکوب تظاهرگران کم از 40 نفر کشته و 24 کس دیگر زخمی شدند. مقامات رسمی میگویند در بدخشان به ضد عنصرهای جنایی و گروه‌های مسلح غیر قانونی عملیات انجام دادند و هر کسی که جزا گرفته است برای قانون شکنی و برای به هم زدن ترتیب و نظام و خللدار کردن زندگی آسوده مردم جزا گرفته است. سازمان ملل در گذشته هم از تاجیکستان طلب کرده است ناآرامی‌های بدخشان را بی‌طرفانه و درست تحقیق کند و آنهایی را که از زور بیش از حد استفاده بردند جزای سزاوار بدهد. قسمتی از ارزیابی‌های سازمان ملل درباره وضع محبس‌های تاجیکستان است که به گفته سازمان شرایط مناسب ندارند و حجره‌هایش بیش از حد پر هستند و زندانیان به غذا و خدمات طبی مناسب دسترسی ندارند. بنا به آمار رسمی در مدت 6 سال یعنی از سال 2019 تا سال 2025 در زندان‌ها و دیگر مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان 443 نفر فوتیده و یا به هلاکت رسیدند. همکارم طاهری سفر درباره خلاصه یک کمیته حقوق بشری سازمان ملل صحبت می‌کرد که گفته است از وجود شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های تاجیکستان نگران است. صحبت مفصل در این باره بزودی در وبسایت رادیو آزادی نشر می‌شود. و دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است عملیات طرح آزادی را که هدفش کمک به کشتی‌ها برای گذشتن از گلوگاه هرمز بود موقتاً باز می‌دارد. او گفته است با پیشنهاد پاکستان و دیگر کشورهای منطقه و با هدف رسیدن به یک سازش درازمدت با ایران چنین تصمیم گرفته است. گزارش خبرگزاری رویترز را همکارم خرامان بقازاده تقدیم می‌کند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا خبر داد که عملیات رها کردن کشتی‌ها از گلوگاه هرمز را موقتاً باز می‌دارد. او گفت این تصمیم با هدف دستیابی به یک سازش درازمدت با ایران گرفته شده است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که طرح آزادی برای مدتی کوتاه باز داشته شد تا با ایران سازشنامه نهایی بندند و همزمان گفت که تا رسیدن به سازش محاصره دریایی ایران را دوام می‌دهند. ایران هنوز به این تصمیم واکنش نکرده است. از این پیش مارکو روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا در صحبت با خبرنگاران از تلاش‌ها برای همراهی کشتی‌های نفتکش در هرمز گفت. روز گذشته نظامیان ایالات متحده آمریکا گفتند که چند قایق خرد ایرانی پهپاد و موشک‌های بالدار ایرانی را در هرمز نابود کردند که می‌خواستند مانع کشتیرانی شوند. روبیو گفت به ایران اجازه نمی‌دهند که حرکت کشتی‌ها را نظارت کند. این معنای حمله کردن را ندارد. این عملیات دفاعی است. به ما تیر نزنند ما تیر نمیزنیم. ما با آنها حمله نمی کنیم. اما به ما یا به کشتی حمله کنند باید پاسخ گیرند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران عملیات نظامی انجام دادند. ایران گلوگاه هرمز را که 20% نفت جهان از طریق آن می‌گذرد بست و این باعث بالاروی قیمت‌ها در سراسر جهان شد. دونالد ترامپ میگوید توانایی نظامی ایران را از بین بردند و حالا این کشور با وجود صدا دادن تهدید از مقامدارانش خواهان صلح است. گفت و شنید صلح با ایران آغاز یافت ولی در نیمه راه معلق ماند. مقامات تاجیکستان ده‌ها پناهجوی افغانستانی را از ولایت سوخت شمال کشور از منزل‌هایشان بیرون کردند و برخی را اخراج و برخی دیگر را به دوشنبه پایتخت کشور بردند. همسایه‌ها و نزدیکان آنها گفتند که مقامات شرح ندادند که چرا آنها را از محل زیستشان در ناحیه جبار رسولوف بیرون می‌کنند. فرزان محمدی به محل پناهندگان افغانستانی رفت و این گزارش را با صحبت با همسایه‌ها آماده کرد.
در چندین بلنداشانه شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف حدود 50 عائله افغانستانی طول تقریبا 6 سال اخیر زندگی داشتند. آنها اکثرا رسما پناهنده و مشغول تحصیل و کار بودند. ولی بعضی از نزدیکان و همسایگانشان میگویند که روز 4 می نمایندگان مقامات رسمی آنها را به میکرواتوبوس ها سوار کرده بردند. дирӯз субҳ дар моро зада гуфтанд ки моро бурда истоданд. Нафаҳмидем ки ба куҷо бурданд. Ин кори давлат аст ва мо намедонем. Мо хафа шудем, ҳар куҷое бошанд саломату дар паноҳи Аллоҳ бошанд. دیروز برخی از رسانه‌ها با نشر نوار اخراج مهاجران گفتند حدود 250 مهاجر افغانستانی را از ولایت سوخت به شهر دوشنبه انتقال دادند و آنها با خطر اخراج به افغانستان روبرویند. گفته شد آنها کارت پناهندگی سازمان ملل متحد را داشتند. مقامات تاجیکستان و نمایندگی سازمان ملل تاکنون وضعیت را شرح ندادند. شکایت از اخراج مهاجران افغانستانی در حالی است که آخر هفته گذشته وزارت کارهای داخلی از بازداشت یک جوان افغانستانی با اتهام کشتار خبر داد. نظر پیوندان جوان به این اتهام معلوم نیست، ولی برخی از باشندگان محله که در آن اکثر پناهجویان افغانستانی اقامت داشتند میگویند گناه یک کس را نباید به همه نسبت داد. шукрияпа ҳамроҳи оилаву се писар ва келину набераҳояшон зиндагӣ мекарданд. инсонҳои хубу меҳмондӯст буданд. ба хонаи ҳамдигарӣ равоот доштем ва дар ин кат ҳамроҳ нишаста хӯрок мехӯрдем. аз онҳо ягон бадӣ надидем. мо мисли хоҳару бародар гашта будем. рафтанашон моро хело ғамгин кард. мусофирӣ осон нест. به فرق از دیگر منطقه‌های تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف گریزه‌های افغانستانی زندگی آسوده داشتند. آنها تهدید اخراج به کشورشان را احساس نمی‌کردند و با جای کار و تحصیل تامین بودند. یکی از آنها سید محمود شاه جلالی معروف به محمود کاروان آوازخوان و شهروند افغانستان بود که بیش از 5 سال باز در ناحیه جبار رسولوف تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت داشت. و در اینجا همراه فرزندان و عائله‌اش مقیمی گشته بود. در اکثر چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی شرکت می‌ورزید. خودش در یک مصاحبه با رادیو آزادی از آمدنش به تاجیکستان اظهار خوشحالی کرده بود. مکتب میروند، بهترین کورس‌های انگلیسی برایشان ایجاد شده. از همش یک پول از افغان‌ها نمیگیرن. بی قانونی کار نمیکنن. همشان در کار مصروف هستند. همشان زندگی آرام دارن. بهترین زندگی داریم در همینجا. سال گذشته مقامات تاجیک چند دفعه پناهندگان افغانستانی را از منطقه‌های مرکزی تاجیکستان اخراج کرده بودند. مقامات در شرح این تصمیم خود از جمله گفته بودند که برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود که پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. فعلا در تاجیکستان بیش از 9000 پناهجوی افغانستانی زندگی دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از یک جنایت غیرعادی تلاش فروش غیرقانونی 2 خرس بچه معلموی تیانشانی خبر داده است. وزارت امروز در یک بیانیه رسمی گفت کارمندان میلیسا یک ساکن 28 ساله ناحیه جبار رسولوف را دستگیر کرده و به ضد او با گمان شکار غیرقانونی پرونده جنایی باز کردند. نام این جوان 28 ساله را نبردند ولی گفتند که او آخر ماه مارت امسال در جنگلزار ناحیه شهرستان 2 خرس بچه را گرفته و با هدف فروش در خانه‌اش نگه داشته است. خرس معلموی از جانورهای نادر تاجیکستان به شمار می رود و در کتاب سرخ کشور وارد شده است. در بیانیه آمده است که شکارچی گستاخ را که هنگام فروش خرس بچه ها دستگیر شده است جزا می دهند. معلوم نیست مشتریان این جانوران زیبا کی بودند و آیا نسبت به آنها نیز چاره اندیشیده می شود یا نه. به قول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گمانبر به جنایت با این کار خود به دولت 85,000 سامانی زیان رسانیده است و اکنون باید برای این کارش پاسخ بگوید. بر اساس کودکس جنایی در تاجیکستان برای شکار غیر قانونی جریمه بزرگ و زندان شرطی پیش بینی شده است.
سپاس که ما را تا این لحظه برنامه همراهی کردید و برنامه به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بیخبر نمانید، سامانه آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما باد.